سلام، من عادل شکوری مقدم هستم. خوش اومدید به یک ویدیو جدید بعد مدت ها. ویدیو همونطور که از تامنیلش دیدیم مربوط به این میشه که شیائومی قرار تو رویداد 8 آبان ماه خودش که مصادف 29 اکتبر میشه چه محصولاتی رو قرار معرفی کنه. محصولاتی که به وضوح قرار در واقع شاهد حضورشون توی مراسم باشیم خانواده شیائومی 15 هسته. شیائومی یعنی از جمله شیائومی 15 پرو و راستش رو بخوام من خیلی دقیق نمیدونم که شیائومی قرار 15 اولترا رو هم تو همین مراسم معرفی کنه یا نه، ولی احتمال خیلی زیاد قرار 15 اولترا هم تو همین مراسم معرفی بشه. از طرف دیگه تبلت های سری جدید شیائومی یعنی تبلت میپد شیائومی پد 7 هم قرار معرفی بشه. شیائومی بند 9 پرو هم قرار معرفی بشه. ساعتی که خودم خیلی منتظر معرفی توی مراسم هستم به خاطر اینکه خودم میبند 8 پرو دارم و اگر به اون خوبی که باید باشه من حتما میرم سراغ خریدش. از جمله دقیق نمیدونم این خبر صحت داره یا نه، ولی خبر دیگه هم که شنیدم اینه که شیائومی قراره شیائومی S7 اولترا رو هم که ماشین خودش هست توی مراسم به صورت گلوبال عرضه کنه، یعنی معرفی کنه. چون ورژن چینش خب دیدی معرفی شد، به واقع معرفی نشد، تیزرش منتشر شد ولی معرفی نشد. احتمالاً توی مراسم شاید معرفی اون ماشین رو هم باشیم. خب تصویر من از اینجا به بعد کوچیک میشه، میره یه گوشه کات میخوره و میایم سراغ سایت زومیت تا با هم ببینیم که آقا چه خبره دقیقاً. خیلی خب بریم سراغ اصل داستان. اول از شیائومی 15 شروع میکنم. بابت اینکه من پایین نگاه میکنم عذر میخوام چون من دارم تصویر تو تبلت هم نگاه میکنم. تامنیل خبر همینه، شیائومی 15 هفته آینده با هایپر او اس 2 رونمایی میشود. این نکته خودش من یاد یک نکته بزرگ انداخت. بله، هایپر او اس جدیدم قرار معرفی بشه. من این تبلیغات رو ببندم. هایپر او اس ورژن 2 هم قرار معرفی بشه. اطلاعات زیادی راجع به این هایپر او اس در دسترس نیست خیلی، ولی اطلاعاتی هست که خارج از حوصله این ویدیو و من تو این ویدیو راجع بهشون ذکر نمی‌کنم. این عکس رو دارید می‌بینید، به احتمال خیلی زیاد این عکسی که شما الان دارید می‌بینید عکس شیائومی 15 باشه. با دلیل نمیتونم بگم نه چرا، ولی احساس میکنم که این عکس شیائومی 15 هستش. اینجا میبینید که زومی داره بهمون توضیح میده، میگه که احتمالاً با هایپر او اس 2 و پردازنده اسنپ دراگون 8 الیت عرضه بشه. این قضیه درسته، بله، چون کوالکام اومد به صورت رسمی اعلام کرد که ما خبری از اسنپ دراگون 8 نسل 4 نیست، بلکه اسنپ دراگون 8 نسل 4 با نام اسنپ دراگون 8 الیت عرضه شده. خب احتمالاً هم شیائومی از همین پردازنده استفاده کنه. این عکسی که اینجا دارین می‌بینید یکی از پوسترهایی که منتشر شده. خب چینی نوشته، خیلی اطلاعات دقیقی راجبش نداریم، ولی وقتی روی عکس زوم می‌کنیم نکته که هست اینه که تو گوشی می‌بینیم که به احتمال خیلی زیاد گوشی پایینی شیائومی 15 و گوشی بالایی شیائومی 15 پرو باشه. چرا میگم خیلی زیاد؟ اول از اینکه به در واقع طراحی دوربین که نگاه بکنیم متوجه بشین گوشی پایینی ماژور دوربین کوچیک‌تری داره و گوشی بالایی ماژور دوربینش بزرگتره. برای همین این حد به وجود میاد که گوشی بالایی نسخه پرو باشه. و نکته ریزی هم که بهش توجه کنیم متوجه میشین که گوشی پایینی برآمدگی نمایشگر نداره، اما گوشی بالایی ما درش برآمدگی نمایشگر داریم که همین قضیه باعث میشه که احتمال خیلی این در واقع دومین دلیلی که باعث میشه گوشی بالایی 15 پرو باشه. راجع به طراحی دوربینا هم جلوتر بهش میپردازیم. عکس دیگه هم راجعش به صورت رسمی منتشر شده، ولی همین تو این عکس بخوام بهش دقت کنیم متوجه میشین که شیائومی در واقع یک جزیره دوربین ها رو با سطح بدنه گوشی همگام کرده با یک انحنای خیلی ریزی به در واقع اون جزیره شیشه‌ای شکل دوربین ها متصل میشه. یک کوچولو پایین‌تر که بیایم، اینجا زومیت هم اعلام کرده که شیائومی S7 اولترا توی این مراسم قرار به نمایش گذاشته بشه. دو تا تصویر داریم که تصاویر رسمی هستند. می‌بینیم بالا لوگوی شیائومی هم خورده. تصاویر حاکی از چیه؟ نکته قشنگی تصاویر خب می‌بینیم که این قرار شیائومی 15 استاندارد باشه. تصویر فول اسکرین نمیشه؟ نه نمیشه، اشکال نداره. شیائومی 15 می‌بینیم که از لحاظ ظاهر نمایشگر تغییر خاصی نداشتیم. فکر میکنم حاشیه‌ها کمتر شده باشه، چیزی که من دارم حداقل میبینم. اون یکی عکس هم که خب با هم راجبش صحبت کردیم، گفتیم که جزیره دوربین ها یک پارچه شده. زومیت دقیق نمیدونم که این اطلاعات چقدر دقیقاً، ولی خب زومیت میگه که احتمالاً از این شیائومی 15 از این نمایشگر تخت اولد 6.36 اینچی بهره ببره
که از طرف اینجا خود زومی هم ذکر کرده شیائومی 15 پرو لبش خمیده میشه و مجهز به نسل دوم شیشه محافظتش که ساخت خود شیائومی هست هم مجهز میشه. این شیشه رو ما برای اولین بار توی شیائومی 15 اولترا 14 اولترا دیدیم. ظاهرا امسال قراره شیائومی نسخه دومش روی محصولات کل محصولاتش بیاره. سه تا عکس دوباره اینجا میبینیم که عکس مربوط به شیائومی 15 پرو هستش. یکم که روش زوم میکنیم میبینیم که ماژول دوربین ها راستش بخوام من خیلی با این طراحی همین الان اولین بار دارم خودم میبینم ولی خیلی باهاش حال نکردم. دروغ چرا؟ به نظرم نسل قبلی که کلا دوربین ها با این جزیره آیلند در واقع ماژول دوربین یک پارچه سیاه بود قشنگتره، ولی خب میبینیم که ظاهرا دور دوربین ها مابقی ماژول آیلند در واقع دوربین ها به رنگ دیگه هستش. حالا نمیدونم چه رنگی اسمشو بذاریم، نقره‌ای بذاریم یا سیلور اسمشو بذاریم، اما خود دوربین ها رنگ مشکی دارن. خب طبیعیه مثلا چه رنگی سفید می‌خواست باشه. طراحیش می‌بینه که فلشر جدا شده. این نکته من برام عجیب بود، فلشر از توی آیلند یا جزیره دوربین ها جدا شده که جالبه به نوع خودش. چرا از زوم در نمیاد وسط ویدیو؟ آره فلشر ظاهرا جدا شده از توی ماژول دوربین و نمیدونم چی جاش جایگزین شده، چون تو نسخه عادی تو نسخه سال قبل فلشر در واقع 3 تا دوربین داشتیم، فلشر توی یکی از همین ماژول ها بودش که مشخص هم بود. الان اینکه توی این ماژول چیه راستش رو بخوام نمیدونم. یه نقطه مشکی رنگه، حالا سنسور خاصی هست، احتمالاً که احتمال خیلی زیاد سنسور خاصی توش قرار گرفته باشه. از طرف دیگه نکته که باید بهش توجه کنین همینه، این عکس شیائومی 15 پروه و میبینید که لنز تلفوتوش دیگه لنز تلفوتوی استاندارد گرد نیست، از این لنز تلفوتوی مستطیلی شکل هستش. دقیق نمیدونم اسمش چیه ولی این واقعا اینو راجبش میدونم که احتمال خیلی زیاد با حضور این مدل لنز تلفوتو ما قرار زوم بیشتر از 5x یا 5x به بیشتر از در واقع این زوم رو توی نسخه پرو داشته باشیم. چون این دوربینا معمولا از 5x به بالا استفاده میشن، قبل اون اصلا ماژول‌های گرد استفاده میشه. تصویر نمایشگاهش هم دارین میبینید. باز هم میگم فکر نمی‌کنم تغییر خاصی کرده باشه غیر از کم شدن حاشیه ها، حداقل من تغییر خاصی راجبش نمیبینم. گوشی چقدر نازکه، گوشی چقدر نازکه، دارین خودتون میبینید ضخامت گوشی رو. گوشی نازک. پایین‌تر که میایم راجع به وزنش صحبت میکنه. شیائومی 15 پرو احتمالاً 213 گرم وزن داشته باشه و ضخامتش به 8.38 میلیمتر برسه. هر دو مدل عادی و پرو از حسگر اولتراسونیک استفاده میکنن که فکر میکنم اولتراسونیک همون سنسور اثرانگشت باشه که سامسونگ استفاده میکنه و با فرستادن امواج اولتراسونیک کار میکنه، همونطور که از اسمش مشخصه. پرچم‌دار جدید شیائومی احتمالاً 3 دوربین 5 مگاپیکسلی در قاب پشتیش داشته باشه، مثل سال قبل. سال قبل هم هست لنز بود 5 مگاپیکسلی بود، IP68 خواهیم داشت. کوچولو پایین‌تر که بیایم، بله همونطور که هستش رو میذارم. گفته میشه که شیائومی 15 اولترا چند ماه پس از رونمایی مدل‌های عادی و پرو در نمایشگاه MWC 2025 معرفی خواهد شد. حد میزدم که 15 پرو قرار نیست توی این مراسم معرفی بشه. معمولا شیائومی همین کارو میکنه. حالا این صفحه رو میبندیم، میریم سراغ اون یکی صفحه که مربوط به معرفی شدن شیائومی پد 7 و میبند 9 پرو هستش. بریم توی اون صفحه ببینیم اونجا چه خبری داریم. خب اینجا میبینیم همینجا برامون مطالبش اومده. این گوشه بازش میکنیم. تامنیل خبر رو تام تیل میگن، چی میگن، اون متن خبر رو کاری نداریم. این تصویری که اینجا داریم من نمیدونم چقدر دقیق و چقدر در واقع صحت داره، ولی همینجا میتونیم از این تصویر اینو بفهمیم که ظاهرا آیلند و جزیره دوربین ها تغییری نکرده. چرا نمیدونم ولی ظاهرا همونه. این کیبوردی هم که اضافه شده منو خیلی یاد کیبورد اپل میندازه، خیلی، یعنی کپی تقریبا. تبلیغات هم ببندیم، تبلیغ نشه، کپی رایت نخوریم. بیایم کوچولو پایین‌تر. سعادت رد نمیخوام، چرا تبلیغ دارید؟ وای نه الان نباید باز میشد. خیلی خوب. ویدیو به هر حال داره در لحظه ضبط میشه، این اتفاقا هم پیش میاد. خیلی خوب. نه تصویر رسمیه چون اونجا میبینید منتشر شد تصویرش.
اینجا توی متن هم داریم می‌بینیم که زومیت گفته احتمال خیلی زیاد شیائومی 15 در این مراسم معرفی خواهد شد و همزمان هم شاهد تبلت شیائومی پد 7 باشیم. 7 حالا سری 7، یعنی ممکنه 7 پرو، 7 اولترا که فکر نمی‌کنم داشته باشیم و 7S پرو با احتمال داشته باشیم و شیائومی بند 9 پرو هم خواهیم دید توی مراسم. نفسم گرفته. خب یه کوچولو میایم پایین‌تر می‌بینیم که ظاهراً شیائومی پد 7 و 7 پرو به ترتیب از پردازنده‌های اسنپدراگون 8S نسل 3 و 7 پلاس نسل 3 مجهز خواهند بود. به ترتیب که گفت، یعنی شیائومی پد 7 قرار 8S نسل 3 داشته باشه و پد 7 پرو 7 پلاس نسل 3. 8 نسل 3 قوی‌تر نیست؟ نمیدونم. هر دوی این تبلت ها از باتری 10000 میلی آمپر ساعت و شارژر 67 و به ترتیب 45 واتی خواهند داشت. احتمال نسخه عادی 45 واتی و نسخه پرو 67 واتی باشه. احتمالاً نمایشگر شیائومی پد 7 یه نمایشگر 11.16 اینچی باشه که پنلش LCDه و نرخ نوسازی 144 هرتزی داشته باشه و ممکن است توی مدل پرو، اینجا ذکر کرده ممکنه توی مدل پرو ما شاهد نمایشگر OLED باشیم. چرا این حرفو میزنیم؟ با رابطه کاربری هایپر OS 2 و اندروید 15 عرضه میشه. چرا میگیم ممکنه؟ چون توی این نسل فعلی تبلت های شیائومی همه خانواده ها، یعنی شیائومی پد 6 پرو و 6S پرو، 6S مکس هم داریم، همشون پنلشون LCDه. نمیدونم چرا، ولی به هر حال این تصویری که داریم می‌بینیم مربوط به شیائومی بند 9 پرو هستش. این تصویر منو خیلی به وجد آورد. چرا میگم به وجد آورد؟ چون اگه رسمی و دقیق باشه ما شاهد یک طراحی جدید، نه، یک بهبود طراحی هستیم. فریممون احتمالاً طبق این تصاویری که داریم می‌بینین فریممون مات باشه و حاشیه نمایشگرمون خیلی کم شده. من تصویرمو دوباره بزرگ می‌کنم که شما اینو راحت‌تر ببینید. این میبند 8 پرو که من دارم، از حاشیه‌اشو فکر می‌کنم بتونید به وضوح ببینید که حاشیه به نسبت زیادی داره، اما طبق چیزی که شما توی این تصاویر دارید می‌بینید حاشیه کم شده، خیلی هم کم شده. فریممون ماته و انحناش یک پارچه هستش. توی نسخه 8 پرو که من دارم فکر می‌کنم بتونیم به خوبی ببینید راستش رو بخواید. می‌بینید فریم وقتی به لبه میرسه تخت میشه و مابقیش کرو به سمت پایین، اما توی شیائومی بند 9 پرو احتمالاً کلاً پنل مثل اپل واچ ها گرد بشه. احتمالاً ما یک نمایشگر OLED 1.74 اینچی با وضوح 336 در 480 پیکسل استفاده خواهیم کنیم. پنلمون 60 هرتز و حداکثر روشناییش هم به 600 نت میرسه. میبند 8 پرو که من دارم دقیق مشخص شدم نمیاد، ولی فکر میکنم روشنایی 500 یا 400 نت باشه پیک روشناییش. دیگه خبر خاصی من حداقل نمیبینم الان. آره همین دیگه، میگه توان دیگه راجع به سنسورها و اینا هم خیلی توضیح خاصی نداده، چون مثل نسل قبل فکر نمی‌کنم چیزی تغییر کرده باشه. و همین آقا، این بود از انتهای این ویدیو رو به نظرم باید تمام کنیم. مرسی از اینکه این ویدیو تا آخر تماشا کردید. امیدوارم براتون مفید بوده باشه اگر فن شیائومی بودید، یا حتی اگر نبودید که به خودتون مربوطه دیگه، من چی بگم. مرسی از اینکه ویدیو تماشا کردید. دوباره گفتم تا ویدیو بعدی و نکات تکنولوژیک محور دیگه، فعلا خدا نگهدار.